نکته‌ای گفتم بهتون چون خیلی مهمه دوباره تکرارش میکنن در مورد تجربه کاربری. حتما توی سایتاتون تجربه کاربری رو هم در نظر بگیرین. یه سایت رو بهتون نشون دادم قبلا. خیلی از صاحبین کسب و کار فکر میکنن که سایتشون خیلی خوب طراحی شده، شیک طراحی شده، کار تمومه و فروششون فوق‌العاده میشه. نه اینطوری نیست. فکر کنین وارد یه فروشگاهی میشین، یه فروشگاه فیزیکی، دکوراسیون خیلی خوبی داره ولی ایشون پاسخگوییش ضعیفه، جنساش اصلا مشخص نیست کجاست، قیمت جنساش مشخص نیست. شما اکثر مواقع از همچین فروشگاهی دست خالی میایم بیرون. و همینو ببریم تو دنیای وب، ببریم توی سایت. شما فکر کنین یه سایت رو خیلی خوب طراحی کردین، خیلی شیک طراحی کردین، ولی متناش اصلا مشخص نیست، محصولات اصلا مشخص نیست چی هن. توی گوگل دیده نمیشه، سرعت لودش خیلی پایینه. خب اکثر مواقع کاربری که وارد این سایت میشه تبدیل به مشتری نمیشه. پس حتما اینو در نظر بگیرین کنار طراحی شیکی که انجام میدین UX رو هم در نظر بگیرین یا تجربه کاربری رو هم در نظر بگیرین که یک مثال قبلا بهتون نشون داده بودم.